استاد دعوتی سردار امور داخلی ولایت سوخت برای پنهان داشتن جنایت‌های سنگین مگر خلاف قانون است؟ در فعالیت ژورنالیست‌ها مسئله دسترسی به اطلاعات همیشه مشکل بود و این مشکل باقی میماند و دعوت این شخص مسئول محدودیت را به سرچشمه اطلاعات باز هم متشنج می‌گرداند و گمان نمی‌کنم که چنین محدودیت در دسترسی به اطلاعات با فایده جامعه باشد، زیرا اگر دسترسی به سرچشمه‌های رسمی محدود گردد و آنها خواهند که اطلاعات را از مردم پنهان دارند، این با بیشتر پنهان شدن میشمیش و اوضاع آورده میرساند که با فایده جامعه نیست. بنابراین من گمان میکنم که این دعوت غیر قانونی است، کوشش جاری کردن سانسور میان رسانه ها است و هیچ کس حقوق دخالت کردن به فعالیت ژورنالیست و واسطه اخبار عامه، یعنی دخالت غیر قانونی را ندارد. هدف از این دعوت چی است؟ هدف از این دعوت خاطر جمع کردن مردم است. این عمل باز یک جهت منفی دارد، زیرا اگر در جامعه دسترسی به اطلاعات 1% بالا رود، سطح فساد در جامعه 5% پایین میره. این تحقیقات کارشناسان بین المللی است. حالی که کاری خبرنگاران آسان است، این عمل تا کجا تاثیر میرساند؟ شما اگر خوانده باشید هم در آزادگان و هم در سامانه پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح یک مصاحبه پروفسور عثمانوف چاپ شد و در آن مصاحبه تاکید شده است که چنین روندهایی که در 2-3 سال اخیر به نظر میرسد در فعالیت رسانه‌های تاجیکستان برای از بین رفتن رسانه‌های مستقل و در صورت از بین نرفتن کم تاثیر شدن فعالیت آنها آورده میرساند. به نظرتان مثلا پنهان داشتن کمبودی مقامات یا جنایت‌های سنگین برای جامعه تاجیکستان چی پیامد داشته میتواند؟ پیش از ما پیامد منفی آن از مردم از میشمیش‌ها برخوردار میشوند و واهمه در جامعه بیشتر میشد و موجود بودن نظرهای مستقل در رسانه ها نه خوف برای ثبات جامعه بلکه برای حل و فصل کردن مشکلات جامعه مساعدت خواهد کرد و اگر ما دسترسی را به اطلاعات محدود سازیم، این امکانات برای مردم محدود میگردد. وقتی که ما دهان ژورنالیستان مستقل را میبندیم و نمیگذاریم که آنها درباره مشکلات جامعه صحبت کنند، در آن صورت حقوق شهروندان و دسترسی به اطلاعات نقض می‌یابد. تشکر استاد برای یک صحبت که در این مورد اندیشه‌هاتون گفتید. سلامت باشید. سلامت باشید.